سلام، من مریم امیری هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. بفرمایید. اینم آموزش امروز. به نظرتون چیه؟ پیتزا؟ نه، پیتزا نیست. یه غذای سنتی و اصیل ایرانی، خاگینه. یه خاگینه خوشمزه، خاگینه بادمجونه که من البته از سبزیجات هم داخلش استفاده کردم. خاگینه ها معمولاً غذاهایی هستن که هم به صورت شیرین درست میشن و هم به صورت نمکی و شور. اگر بخوام راحت و خودمونی براتون بگم، خاگینه همون چیزیه که فرنگی‌ها اسمشو گذاشتن املت. اینو میخوام برگردونم که شما ببینید این طرفش حلقه های بادمجونه. بریم زود درستش کنیم. فکر کنم شما هم میتونید همین الان و فوری همراه با من این خاگینه خوشمزه رو درست کنیم. خب اولین کاری که میکنیم آماده کردن بادمجون است. برای خاگینه حتما بادمجون رو پوست بکنید. بعضیا کلا یه سری از غذاها رو با بادمجون با پوست درست میکنن که خب البته خیلی هم خوبه، ولی خب بستگی به نوع غذاتون داره. اما برای خاگینه ما این سیاهی پوست بادمجون رو نباید داشته باشیم و بادمجون باید پوست کنده باشه. خب و حالا بعد از اینکه بادمجونا پوست کنده شدن، اینا رو باید حلقه حلقه برش بزنیم. ضخامت حلقه های بادمجونتون باید بین نیم تا 1 سانتی متر باشه. اگر که از نیم سانتی متر کمتر باشه، دیگه بادمجونا وقتی سرخ میشن به حدی نازک میشن، بذارین این طرف بچینمشون که دیگه چیزی میشه گفت ازشون باقی نمیمونه. و اگر هم ضخیم‌تر باشه، چون این غذا پخت نداره، فقط یک مرحله سرخ کردن بادمجون هست. اگر بادمجون ضخیم باشه، برش ها خام میمونه وسطش و ممکنه که خوب با سرخ کردن تنها نرم نشه و پخته نشه. خب بادمجون ها رو به همین شکل آماده میکنیم و بعد حالا یک کمی نمک میزنیم به بادمجون. به هیچ عنوان بادمجون رو داخل کاسه آب و اینها نندازید به خاطر اینکه تلخیشو بگیرید. همین که یه مقدار کم نمک روی بادمجونا پاشیده میشه، همین کافیه براش. میذارید حدود 1 رو 20 دقیقه بمونه. بعد از 1 رو 20 دقیقه میریم که سرخشون کنیم. یه مقدار روغن برای سرخ کردن بادمجون داخل یه تابه میریزم و بادمجون ها رو به این صورت دونه دونه لای دستمال خشکشون کنید و داخل روغن قرار بدید. حرارت ملایم باشه که بادمجون علاوه بر سرخ شدن مغز پخت هم بشه، چون گفتم قبلا هم این غذا دیگه پختن و با آب جوشیدن و اینها نداره. کلن خاگینه سرخ کردنیه دیگه، یه غذایی که با تخم مرغ و روغن سرخ میشه. خب منتظر میمونیم تا بادمجونا یک طرفشون سرخ بشن که بعداً برشون گردونیم. خب تو این فاصله تا بادمجون ها دارن سرخ میشن، من میخوام فلفل رو خورد بکنم. ببینید فلفلی که استفاده میکنیم، من برای اینکه جذابتر و خوش رنگتر بشه از 2 رنگ فلفل دلمه‌ای استفاده کردم. فلفل ها باید کاملا ریز ریز و خیلی حالت نگینی خورد بشن. به این حالت، یعنی هرچی شما اینو نگینی و ریزتر خورد بکنید بهتره. ببینید اندازه هاشو. حالا اگر که از 1 رنگ فلفل دلمه هم استفاده کردید هیچ اشکالی نداره، ولی اون یه رنگتون سبز باشه. یعنی اگر میخواید یه رنگ استفاده کنید، فلفل دلمه سبز رو حذف نکنید، چون سبز خیلی عطر و بوی بهتری رو داره نسبت به فلفل دلمه رنگی. این هم خورد میکنیم.
اینا رو میذارم کنار. چند تا برگ جعفری داریم برای خورد کردن. کلاً به اندازه 1-2 تا قاشق جعفری خورد کرده داشته باشیم کافیه و جعفری زیادی لازم نداریم اصلاً. این رو هم خورد میکنیم. خب حالا بادمجونای سرخ شده رو برمیگردونیم. اگر میخواید بادمجونا خیلی یه دست و خوب و قشنگ سرخ بشن، باید یک روغن زیاد و فراوون بریزیم و بادمجون کاملا داخل روغن غوطه‌ور باشه. ولی من از اونجایی که نمیخوام خاگینمون خیلی چرب بشه، روغن کمتری ریختم و بعد هم این که من میخوام تو مرحله بعدی یک کمی کره هم بهش اضافه کنم. کره رو زود اضافه نکردم به این دلیل که کره به خاطر دوغی که داره اگر زیاد و طولانی حرارت ببینه زود میسوزه و حالت سوختگی توی مواد ایجاد میکنه. تو این مرحله که بادمجونا رو برگردوندم یه چند تا به اندازه 1-2 تا قاشق کره هم روی این ریختم که حالا از اینجا به بعد دیگه بادمجونا با یه مقدار کره اون طرفش هم سرخ بشه. خب اینا رو برگردونم. هنوز البته خوب سرخ نشده این طرفش. تا بادمجونا داره با کره سرخ میشه ما برگردیم این طرف مواد اصلی خاگینه رو آماده کنیم. تخم مرغ‌ها رو داخل یک کاسه میشکنیم. خب همونطور که میدونید تخم مرغ جزو اصلی ترین ماده خاگینه هست و بعد از اینکه تخم مرغ‌ها رو شکوندیم به خاگینه یعنی به تخم مرغ‌ها حتما نمک بزنید و همراه با نمک این نمک رو من بهش اضافه میکنم. چون بادمجون ها نمک دارن دیگه خیلی ما اینجا نمک رو زیاد نمیزنیم. شیر رو اضافه میکنیم و همینطور خامه و بعد باید همش بزنیم. من یه همزن دستی یا یه ویسک احتیاج دارم. ویسک رو بیارم و با این حسابی هم میزنیم تا زمانی که کاملا مواد یک دست بشه و به این حالت جدا از هم نباشن. یه 2 دقیقه که همش بزنید عالی میشه دیگه. هم زدن بیشتر از اون هم نیاز نداریم. ببینید همین الان چقدر باز شد. فقط چند تا تیکه خامه مونده که اونم باز هم میزنم تا باز بشه. خب وقتی به این مرحله رسیدیم حالا میایم اینجا ما فلفل دلمه ها رو بهش اضافه میکنیم به تخم مرغ. این خاگینه بسیار لذیذ و خوشمزه است. میتونه یه شام یا یه نهار واقعا فوق‌العاده باشه. جعفری رو هم بهش اضافه میکنم و دوباره هم میزنیم. این مواد رو باید ما اینجا آماده بذاریم برای زمانی که بادمجون ها سرخ شدن. پس فعلا این بمونه اینجا. ما بریم سراغ بادمجون ها. اونایی که خوب سرخ نشده بودن اون موقع رو الان برگردونیم. تابه رو بچرخونم. یه ذره جا به جاشون میکنم تا خوب همشون یک دست سرخ بشن. الان بادمجونا همشون سرخ شدن و برگردونده شدن. حالا کاری که من میخوام انجام بدم اینه که این گوجه های کوچیک و گوجه چری ها رو از وسط نصفشون میکنم و اینها رو میام تو جاهای خالی قرارشون میدم به این صورت. ببین هر جایی که احساس میکنید بین بادمجون ها فاصله زیاده شما یه دونه گوجه اونجا قرار بدید. گوجه ها رو طوری بذارید که این قسمت وسطش که برش خورده به سمت کف تابه باشه. تقریبا یه دونه هم اینجا بذارم. خب حالا توی این مرحله پیازداغی رو که داریم روش میریزم. این پیازداغای پفکی و خوش رنگ رو توی این کانال قبلا
بهتون آموزش دادم. لینکشو براتون میذارم که شما هم برید طبق همین دستور درست بکنید. خب حالا یک کمی فلفل سیاه، زیاد فلفل نزنید چون بادمجون معمولا یک کوچولو تند و تیزی داره. و بعد یک کمی هم دارچین روش میپاشم. دارچینم خیلی کم باید باشه. و حالا تو این مرحله میایم این مواد تخم مرغی رو همون لحظه که میخواید بریزید داخل تابه باید یک کمی هم بزنید و بعد بریزید. به این صورت طوری بریزید که روشو بگیره روی همه جا، یعنی به طور یک نواخت پخش بشه. یه ذره این فلفل و جعفریایی رو که خورد کردیم این بغلا هم میریزم و حالا درشو ببندید، بذارید کامل پخته بشه خاگینمون. خب ببینین دوستان، زمانی که در حقیقت این مواد تخم مرغی، لایه تخم مرغی پخت، ببینید یعنی خاگینه ما آماده است. حالا اگر شما مایل باشین که خاگینتون خیلی برشته و سرخ کرده باشه میتونید تو این مرحله برش گردونید و بذارید این طرفش هم کاملا حالت سرخ کرده رو پیدا بکنه، یعنی قشنگ طلایی بشه. ولی اگر نه بخواین که خاگینتون یه ذره حالت رنگ و وارنگ‌تر داشته باشه که دیگه نیازی به برگردوندن و پخت مجدد نداریم. برش گردونیم من این گازو خاموش کردم، میذارم بمونه یه 2-3 دقیقه یه ذره دماش فروکش کنه تا برگردوندنش راحت تر باشه و روغنای اطرافش نریزه. فقط اینو بگم براتون که پخت خاگینه از زمانی که لایه تخم مرغی رو میریزید دیگه نباید زیاد طولانی باشه و خاگینه یک غذاییه که کاملا باید نرم و لطیف باشه، نباید خشک و شکننده بشه. بنابراین توی زمان پخت اون مایه تخم مرغی باید خیلی حواستون جمع باشه و دقت کنید که زیاد نشه. خب ببینیم حالا اینو ما برش گردونیم. خب به همین حالت و همینطور راحت میتونید برش گردونید. اگرم بخواید به اون طرفم برگردونید که ببینید برشته است و یه مقدار رنگش تیره تره. امیدوارم که دوست داشته باشید این خاگینه رو و درست کنید و نوش جونتون باشه.